سلام، من فرنازم و تو این ویدیو قراره با هم بریم به دل یه تنگه شگفت‌انگیز. ساعت 3:30 صبح وقتی همه خواب بودن ما راه افتادیم و تو تاریکی مسیر رو طی کردیم و نزدیک طلوع رسیدیم به محل پارک ماشینا. اما ماجرا تازه شروع شده بود و حدود 2 ساعت تا ورودی تنگه پیمایش کردیم و بعدش ماجراجویی اصلی که اگر تا آخر همراه هم باشین از ابتدا تا انتهای مسیر رو با هم میبینیم. یه مسیر نفسگیر و جذاب. نمیخوام زیاد صحبت کنم چون فقط میخوام از مناظر، زیبایی ها و سکوت دلنشین منطقه لذت ببریم. پس با من همراه باشید. ارتفاع گرفته بودیم و مناظر واقعاً شگفت‌انگیز و رویایی بودن. دوست داشتم ساعتها بشینم و فقط تماشا کنم. خیلی رو پای بلند خیلی داده هر کسی نسش رو بداده یا بیا افتاد ای خبری سلا وقتی آریو ما نه که کشته میگیره تو ای یعنی شما اشاره بیا بکشته بچه چیزی که میاد چاش سرویس بده بو همه چی میاد بابا من تمام ما کنیم برامون بیاره علی. از این قسمت بود که برنامه به معنای واقعی شروع شد و اسوت‌ها رو پوشیدیم و آماده شدیم برای اولین فرود. علی یادت رفتم. سختی بابا؟ बहुत आगे लगे खाना आगे बहुत बात है ऊपर की बात है और इस तरह रात आपसे और आज क्या है
بیا. خب نگاه گوش من میگی. دو تا پا لبه. حالا پا تو حرکت نمیگی، فقط تناب بگی بخوری. تناب. حالا پای راست تو بکن و بزن اون دو پایه. باز تناب. پا دیار بالا. برگرد. خب اشکال نداره، تناب بده. پا تو همونجا نگه دار، تناب بده. تناب. حالا پا تو حرکت بده برو. همونی که به جا گفتن. همون. بیا همین عالیه. یه ذره بیا چپ. همینجا بیا. منو اصلا هول نده. من اصلا آدم هول نمیخوام بدم. میخوام بهش بگم چجوری بفهمی. خب اوکی. نه نمیخواد بگی. یه بار یه دکتری دیگه رفتیم که 45 دقیقه بالا کردش دیدم. گفتم این قسمت خیلی چالشی بود. یه پرش 10 متری که هم هیجان انگیز بود و هم ترسناک. و میبینین که ترس به بچه‌ها غلبه میکنه و جرئت نمیکنن بپرن. برو آره.
بالاخره نوبت من رسید که به یه روش متفاوت اون 10 متر رو فرود اومدم که اونم حسابی هیجان داشت. فرود آخر درجه. و رسیدیم به آخرین فرود تنگه که شامل 2 بخش و در مجموع 57 متر فرود بود. واقعا اوج هیجان این برنامه بود و منم نیمه آخرش رو نتونستم به تنهایی فرود بیام، ولی به نظرم برای اولین تجربه یه برنامه فنی عالی بودم. این برنامه هم تموم شد. اگر از این ویدیو لذت بردین ممنون میشم لایک کنین و برای دیدن ویدیوهای بیشتر از شگفتی‌های ایران کانال رو سابسکرایب کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندین.